از سری برنامه‌های جهت همین می‌خوایم که بحثمون رو حالا درباره اینکه ما چرا به زن پناه میبریم به این قضیه جواب بدیم. واقعاً به نظرم یک تیتر باید بشه این قضیه، چرا ما به زن پناه میبریم. بریم با هم دیگه صحبت کنیم. به عقیده مکتب تغییر، به عقیده بحث‌های مکتب، پناه بردن به زن به خاطر جای کم انگاشتن یک بعد دیگه‌ای هست که ما اون بعد رو چون نداریم می‌خوایم با پناه بردن به اون شخص که حالا ما تو زندگیمون باهاش مواجه هستیم، دختر بگیم، زن بگیم، حالا بهش پناه میبریم. خب پناه بردن به زن در واقع پناه بردن به یک بعد هست، به یک بعدی که معناش رو فقط مکتب تغییر تونسته کشف بکنه. بریم و با هم دیگه من در مورد این قضیه صحبت کنم. ببینید به نظر شما چرا ما دوست داریم بریم به سمت دختر؟ اول الایت بگه، بعد مشکی بگه، بعد فودز میگه. بله، به قول فودز جان ما همیشه میخوایم که با پناه بردن به یه زن جای خالی یک بعد رو تکمیل کنیم ولی ما همون بعدی که میخوایم بهش برسیم یعنی از ما جدا شده و میخوایم که با استفاده از زن جای خالی اون بعد رو تکمیل کنیم و به خاطر همینه که حتی وابستگی به زن بیشتر اتفاق میفته به نظر من و بیشتر مرد نسبت به زن علاقه پیدا میکنه و وابسته میشه و به نحوی عاشق میشه. من میگم که انسان کلا ذاتاً یه موجودیه که نداشته هاشو میخواد تکمیل کنه، یعنی آرزو کردن دوست داره آرزو کنه و تلاش کنه که به اون آرزو برسه. وقتی که به اون آرزو رسید ارزش اون چیز براش ارزشی نداره. خب مثلا به عنوان یک مرد یه چیزی تو خودش نداره، میخواد اون چیز رو که یک زن داره به عنوان یک تکمیل کننده به زن پناه ببره و به گفته لایدی که فرمود گفت که ما یه چیزی رو نداریم و میخوایم با زن خودمون رو تکمیل کنیم و همون اون تکمیل کردنه که ما عشق مینامیم. خب حالا من کاملتر توضیح بدم. آقا یک زن شیوه تولیدش برمیگرده به ریشش. خب ریشش چیه؟ یه وس و یه آین. یه وس و یه آین. در ماها، در وسها قضیه فرق میکنه. ببینید این قضیه ها سندن، من از گفتنش معذورم، ولی دیگه بالاخره فرض کنید تو ذهنتون که ریشه ما با ریشه زن یکی نیست. نگاه کنید وس چیه؟ وس از یه وس و یه رسه، ولی زن از یه وس و یه آینه. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. خب معلومه من نداشته هامو به گل مشکی دنبال چی میگردم؟ هم زن به دنبال ریشه منه، هم من وس به دنبال ریشه زنم. پس در واقع حرکت ما به دنبال ریشه دویدنه. ما میخواییم به بعد برسیم. به بعد چی برسیم؟ به بعد زن برسیم. زن هم میخواد به بعد ما برسه. خب حالا در این میان بعد کدوم یکمون بیشتره؟ بیایید جمع کنیم با هم دیگه، ریشه بحث رو ول کنیم ولی بچسبیم به قضیه. من ریشه ها رو در برنامه‌های بعدی، در طی جهت همی‌های بعدی خواهم گفت. آقا وس از یه دس و یه رس در جاذبه سیاره رس. خب چیه؟ نه در دافعه جاذبه دار سیاره رس. خب چیه اون قضیه؟ جمع کنیم دیگه با هم دیگه و ول کنیم که این عددها از کجا اومده، چون من قطعا در سری برنامه‌های بعدی خیلی دقیق‌تر میگم، یا اگه قسمت شد هر کدوم از این مخاطبای ما با من قسمت شد نشستن صحبت کردیم با هم دیگه، بهشون رخ و شفاف میگم. خب بیاین جمع کنیم با هم دیگه. دس 11
11. آفرین 11 بلاوی رس 19. 19 بلاوی 11 11 میشه 30. 19 بلاوی 11 میشه 30. 30. بله 30. خب ریشه زن از چی بود؟ آین خودم هم قاطی کردم. ریشه زن زن میشه رس 31. آفرین 31. خب ما 31. چندیم اون چنده؟ 27 تا 4 میشه 31. آفرین ما 30 هستیمون 31. 31 هست. خب حالا من یه سوال دارم. بعد مرگ چیه؟ 31. ما چی هستیم؟ 30 هستیم. 30 هستیم. ما به دنبال مرگیم. وقتی به دنبال زندگی اصلا عشقی وجود نداره. بعد مرگ که در این کتاب شعرمون هم قراره به شفاف در موردش صحبت کنیم و یکی از جهت دهنده های عزیزمون به نام الوینیوس یا همان الوین دلها، الوین دل که جهت بردار عزیزمون هم هست و بهش از اینجا سلام میگیم، اون در یکی از این جهت دهنده های عکس هامون یه عکسی رو گرفته و به سمت مرگ اشاره کرده. 31. اون کسی که در زیر اون قبره در بعد 31 قرار داره، همون بعدی که درخت هم در بعد 31 قرار داره. درخت بعدش با بعد مرگ و زن یکیه. ما به دنبال مرگیم و در عشق فکر میکنیم که میتونیم به اون چیزهایی که میخواییم برسیم ولی نمیرسیم. حالا زن به دنبال چیه؟ به دنبال زندگیه، به دنبال تراوته، به دنبال عدم عادته. ما چی هستیم؟ رفتاریم. زن چیه؟ عادته. عادت چنده؟ 31. پس ما دونسته قدممون رو میذاریم تا محو شیم. ببینید از این بزرگتر، از این قضیه بزرگتر، ولی این محو شدنه از چه قضیه‌ای مطابقت پیدا میکنه؟ بذارید بهتون بگم. آقا ما وقتی به دنبال مرگیم و زنه به دنبال زندگیه، همون قضیه‌ایه که مشکی هم به هم بارها گفته مثبت و منفی کی معنا پیدا میکنه. خب همین الان معنا پیدا کرد. ما به دنبال منفی هستیم، زن به دنبال مثبته، ولی هیچگاه این دو به هم دیگه اون بعدی که باید و شایده رو نمیتونن بدن. چرا؟ چون همون عزیز رسه کاری رو کرده که ما گویی از این جاذبه کمی ارتفاع بگیریم. آیا ما واقعا در همون جایی هستیم که وسه هست؟ نه. وسه آقا من بگذارید و اجازه بدید که بهتون یک شکلی رو به طور کاملا فرضی رسم کنم که جهت بردار عزیزمون باید در طی مراحل جهت دهندگیش این رو به اینجا اضافه کنه. یا حالا بله روی این بذارید بهتون بکشم. خب حالا آقا این اون شکلی بوده که عزیز رسه ما رو درش محبوس کرده. خب این وسه، این رسه، این دوتا چی هن؟ این یکیش جاذبه هست، یکیش دافعه هست. این جاذبه زنه، این دافعه مرده. آقا این زنه، این مرده. ولی ما وقتی میریم به زن از بعدمان چی میشه؟ کم میشه. ولی اینجا چیه؟ دافعه زیاد میشه. زن میاد به سمت زیادی، ما میریم به سمت کمی. ما میریم به سمت منفی، زن میاد به سمت مثبت ولی هیچ کدوم از این مثبت و منفی معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اساساً جمع ازداد به هیچ وجه در مکتب تغییر تایید نمیشه. چون که اگه مثبت و منفی با هم دیگه بشن یک ترکیبی رو پدید میارن که کاری رو میکنه که همین رسه از پیش طراحی کرده برامون. یعنی چی؟ یعنی این طراحی شده هست. آقا اینجاها بازیه که یه زن و یه مرد به هم نزدیک بشه. به تولد میرسیم. نه خیر. تولده زمانیه که
عزیز رسه از بین بره. چطور باید از بین بره؟ زمانی که زن و مرد تغییرگرا بشن، زمانی که ماها به این دافعه، به اهمیت دافعه پی ببریم، همون قضیه مرد شدن. آقا یک قضیه دیگه هم اینه که مثبت همون رفتاره، منفی همون عادته. عادت میخواد با رفتار درونشو پر کنه، ولی رفتار میخواد یه عادتی بشه که اون عادت رو تشکیل بده. حالا اون این عادته آیا تشکیل میشه؟ آره تشکیل میشه. با یه چی؟ با یه فرزند که اینا اینوریا بهش میگن، اینوریا بذار تو دوربینم بیفته، اینوریا بهش میگن میوهه، ولی اینوریا یا تغییرگراها بهش میگن بازیه. ولی ما باید بیاییم به سمت اینوریه، کمی بالاتر از این وسه، حد وسطش باید برسیم. باید به اون ایه کشته شده برسیم. حالا اون ایه کشته شده چیه؟ ایه کشته شده از دافعه باید استفاده کنیم. آیا ما واقعا روی همین وسه قرار گرفتیم؟ آیا ما واقعا همگی در این وسه تشکیل یافته ایم؟ نخیر، اصلا ما در این وسه تشکیل نیافته ایم. اینجاها پر شده تا ما بیاییم روی جاذبه. پس دافعه دفن شده. آقایون داداشام اینجی واسماس، این جاذبه واس اوناس، این دافعه واسماس. پس ما باید به سمت دافعه بریم، باید زمین رو بکنیم. ای اهالی گمگشته سنت، ما باید به این ایه کشته شده برسیم. چطور باید بهش برسیم؟ با استفاده از دافعه چپ به راست. از چپ به راست باید برسیم. خب اون قضیه از چپ به راست رفتنم همون قضیه قبول دافعه هست، همون تصدیق دافعه هست. ما باید به سمت دافعه بریم. حالا سوال اینجاست، چرا باید زن و چرا باید مرد دانسته یکی مرد بره به سمت مرگ و زنم دانسته بیاد به سمت زندگی؟ اون تاوانش هم قشنگه. آفرین. ببینید این همون قضیه جاذبه هست، چون جاذبه یا همون عزیز رسه به ما گفته که شما بچه دار شو و کار همون جاذبه رو انجام بده. ولی دافعه چی میگه؟ دافعه میگه بچه دارم بشی از شیوه مکتب تغییر پیروی کن. همون اتاق پاددرمانیه. حالا اون اتاق پاددرمانی چیه؟ ما میگیم که زن و مرد بیان نطفه هاشون رو، مرد به شیوه، خب به شیوه چی؟ دافعه. به شیوه این قضیه. آقا بیایید، این یه آزمایشی که بحث شده در مکتب تغییر. این اگه اتاق پاددرمانی باشه، این اتاق پاددرمانی باشه، مرد باید بیاد از یه لبه پرتگاه استفاده کنه و به اون شیوه مایع منیشو به دست بیاره. اون مایع منی رو بریزه در داخل یک لوله، در یک محفظه‌ای بریزه، اون رو حرارت بده تا اون ای تبدیل بشه به ای کشته شده. حالا اون ای کشته شده بیاد به داخل اتاق پاددرمانی که سر تا سر پر از دافعه هست. دافعه چیه؟ با عناصر دافعه هست. خب عناصر دافعه‌مون چی هن؟ بدون الکترون باشه. پس این بدون الکترونه یعنی چی؟ یعنی ما میاییم تمامی ابعادی که در درون دو ان دافعه یا ان دافعه هست رو الکتروناشو حذف میکنیم تا با پروتون به زندگی ادامه بده. چون که پروتون یعنی همون مثبت. ببینید اینجا پروتون یه مثبت داریم. زمانی که ان دافعه‌مون چیه؟ NCOH. حالا یعنی برای شما جای سواله که چرا N2 3 فلان نیست؟ چون که اینا از طریق یونش تغییر یافته تمامی عنصرهای ما به شیوه تغییر وضعیت دیگه دادن، دیگه به اون شیوه و صورت قبلی دیگه نیستن. پس بنا به این دلیل 2N دافعه چیه؟ CHO CH TiO
تیتانیوم اکسید باید تبدیل شه به تیتانیوم اکسید تغییر یافته. باید تمامی عنصرهای الکترونزاش از بین بره تا بره درون اتاق پاددرمانی. حالا آقا فرض کنیم که دو این و این دافع همشون الکتروناشون حذف شد رفتن داخلی، با اون مایع منی ترکیب میشن. این عناصر همون کاری رو انجام میده که وجود زن انجام میده. وجود زن یعنی اون موقع به زن احتیاج پیدا نمی کنیم؟ نه، وجود زن چیه؟ وجود زن مقدمه برای همین عناصره. زن هست تا جبران نبود این عناصر دافعه رو انجام بده. زن خودش یه بود مرگه. ما وقتی به سمتش میریم در واقع اون مرگ رو میپذیریم، پس مایع منی خودش هم میمیره. پس مایع منی خودش در داخل رحم میمیره، تبدیل میشه. ما ولی راهو نصفه کردیم، یه کشته شده. دیگه از این به بعد دیگه بچه‌ها هم عوض این که با گره کردن به دنیا میان با خنده متولد میشن. همون کاری که در مکتب تغییر ما بارها گفتیم، ما بارها عرض کردیم که بهتره که این شیوه پیاده بشه که ببینیم آیا جواب میده. ما آزمایش کردیم جواب میده، شما ولی امتحان نکنید، باید بیایید تا ما بهتون بگیم. پس از این رو اگر نگاه کنید تمامی این قضایا در روی خود جاذبه داره رخ میده، در روی خود جاذبه داره اتفاق میفته، ولی ما فکر میکنیم که روی دافع هست و این کاملا کار غلطیه. و این فکر پوچه. این فکریه که مشکی رو به سوال برده. وضع مشکی واقعا خراب شد و مشکی رو در سوال خیلی بزرگی فرو بردیم. بهت و مبهوت. اینجا باید تتلو واسمون آهنگ بهتش رو بخونه و ما به راهمون ادامه بدیم. خواهشاً از جهت بردارمون میخوام که یک کمی از اون آهنگ بهتش رو از تتلو اینجا پخش کنه. منو قفل اصلا بعد هر سر بالایی سرازیری در کار نبود. از اول فقط درد، فقط خواب بد و غم ما رو از خواب پرون. همش غر تنفر، همش بهت، همش بغض زیر چشمام کبود. همش بیدار تا صبح مثل جغد، ولی خب پیشگی با هم نمون. اون موقع کی میاد که حس مادرانه رو به اون بچه القا کنه؟ خب حد وسط خانواده، همون بحثی که آیا من یک با زنی مشکی صحبت کردم. آیا یک زنی که یک بچه از وجود خودش به دنیا نیومده آیا میاد حس مادرانه رو به اون القا بده؟ چرا؟ آقا جان ما در مکتب تغییر گفتیم که باید یک حد وسطی رو بدیم به قضیه. هر عادتی باید نقض بشه. یعنی خانواده هم یک عادت هست که باید نقض بشه. یعنی چی؟ یعنی بیاد با حد وسطش نقض بشه. قضیه فلسفه همیشه بیان سفسطه است. یعنی آخر دیبه، به قول ترک ها دیبیده. پس دیبیده و دیب قضیه ده. یا نه اگر ما در فلسفه مثلا مکتب تغییر بیاییم در مورد خانواده بحث کنیم، باید فلسفه رو نقض کنیم، چون که فلسفه میاد به ما سفسطه رو یاد میده. خب من میخوام الاید درباره سفسطه برامون در حد 30 ثانیه صحبت کنه، من ادامه رو بگم و اینجا رو این مسیر رو بریم تا برسیم به اون قلهه. بله خب سفسطه اینجا میاد در نقطه مقابل دلیل قرار میگیره و برای اینکه بیان اون تفکری که هست رو به جوری دیگه یعنی بپیچونن، اگه عامیانه بگیم، میان از سفسطه استفاده میکنن و از روش دلیل استفاده میکنن، ولی خود اون دلیل هم نقض شده. و به نظر فودزجان و نظر مکتب تغییر هم فلسفه
چون هیچ جوابی واسه خیلی از مباحث علمی پیدا نشده، به خاطر همین تشکیل شده که بیاد و کلا تحریف کنه همه چی رو. یعنی اون لب کلام و اون سند و یا اون دلیلی که بحث‌های علمی رو تشکیل میده رو به نحوی لاپوشونی کنه. خب پس آخر قضیه فلسفه رسیدن به سفسطه است. پس خانواده ما در مکتب تحقیق. آقا جان در مورد خانواده ها با هم میگه کمی صحبت کنیم. آقا خانواده ها هم همون طبق اون قضیه که گفتیم را بریم بگم. یه مادر هست با یه پدر، همیشه پدید آورنده یک فرزند هست. ببینید بس یک در واقع بپا میافت این ور. ببینید میخواد بریم این ور، مثلا بریم این ور جدا باید. ببینید اون ته تهشه این قضیه، ته تهشه یه مادر رو داریم که نماد فرشته هست، یه پدر رو داریم که نماد مثلا دیکتاتوریه تو ذهن همه. آقا این میگه اون کار کن، اون کار کن، این کار کن. ببینید اگه هم ببینید من میخوام فقط اون حد وسط رو بهتون بگم که اصلا چیه. حد وسط خانواده اینه. برای خیلی جای سواله. مشکی بهم گفته بود در یک سندی گفته بود که آقا جان حد وسطه چیه؟ برای مخاطبامون بگیم که اون حد وسطه چیه. بگم بهتون. استاد میشه قبلش من یه چیزی بگم؟ نه بذار من بگم بعد تو بگو. چشم. ببینید سررشته کلام باید بیاد تا من بگم. ببینید اگر پدره برخلاف مطابق میل مادری خانواده‌ای اومد خوش اخلاق شد، باعث چه چیزی میشه؟ باعث میشه که من فرزند دوگانه نگر میشم، شکاک میشم. میگم آقا وقتی پدره اومده بود تا منو سرکوب کنه چرا خوش اخلاقه؟ اون وقته که من اولین شخصی که بیاد منو دعوت کنه به یه مکتبی، به یه چیزی، به یه جریانی، به یه پارتی، به یه مهمونی، به یه فلان و ایکس و ایگرگ و اینا دیگه، تو این حالته که چی پدید میاد؟ اون وقت سردرگمه دیگه، دو جنسه. ببینید یه مردی که پدرش خوش اخلاقه، خب جای مادرشه. خب پدره جای مادرشه. بریم من بهتون بگم. در این حالته پدره کار مادره رو داره انجام میده برای من فرزند، برای من فرزندی که حاصل این میوه‌ام، حاصل این قضیه‌ام. اما مادره شاید بد اخلاق باشه. پس فکر قبلی منو در مورد این که مادر باید خوش اخلاق باشه رو کوبیده در ذهنم، نقض کرده. پس من حسم اگه دختر باشم مردانه میشه، پسر باشم زنانه مردانه میشه. مردانه. اینجاست که یه دختر میخواد مثل پسر باشه ولی مرد مردتر میشه. دخترهایی که عاشق پدر هستن، پسرهایی که عاشق مادر هستن. آفرین. پس اگه ولی برخلافش بشه، وقتی پدر من مطابق میل من خوش اخلاقه، نه بد اخلاقه، مادرم هم خوش اخلاقه. چی گفتم؟ پدرم خوش اخلاقه، بد اخلاقه، من میشم چی؟ من میشم به عنوان پسری که میخوام مثل زن باشم. پس من میام مثل اون میشم، مثل مادرم میشم. و در منه که خصوصیات دو جنسگی و شباهت به زن پدید میاد.
شاید بتونم تولید مثلم رو انجام بدم مثل هر کس دیگری. برام میگم بیام همون کاری رو انجام بدم که همه انجام میدن. هم قضیه زیب بیب همه انجام میدن. همه تو من تو او ما شما ایشان همه اون کار انجام میدن. ولی این دلیل بر مردانه بودن من نیست. من یه حالت آنیمایی هم دارم. آنیما حالت زنانگی مرده که وقتی مادر خوش اخلاق باشه به سمتش جذب میشه و از پدره بیزاره. و در من یک آتشی هست که خاموش نشده. پس بیزار بودن من از یک شخصی زمانی نمود پیدا میکنه که برخلاف تصورات من عمل بکنه. کی؟ همونه که من انتظار داشتم در خوش اخلاق و بد اخلاق بودن و در نماد فرشته یا ابلیس و فلان و بهمان و بودنش قضیه نمود پیدا کنه. ببینید وقتی من پدرم بد اخلاق باشه، مادرم خوش اخلاق باشه، من حالت زنانه پیدا میکنم. گفتم الان گفتم خیلی عادیه. اما برای یه دختره اگه پدرش بد اخلاق باشه، مادر، این میشه زن کامل. این میشه همون زنی که سنتگراها هم براش ایده چیدن و دلیل تشکیل خانواده همین قضیه است. یعنی فرزند تشکیل شده از عقده های پدر و مادر هستش. چطور که یک مرد پدر به سمت مرگ کشیده میشه، فرزند را هم به سمت مرگ سوق میدهد. و این است مکتب تغییر. پس ای بیننده های عزیز ما، در حالت کلی من خواستم براتون حد وسط خانواده یا همون حد وسط رو به طور علمی نقض کنم و واقعا هم نقض شد. پس ببینید اینجا ما میخواییم که آتش آنیما یا آنیموسی که در یکی از دو طرفین در صورت تطابق بودن با این قضیه نمود پیدا میکنه و این حالت دپرس مشکی رو هم تایید میکنه رخ بده، چه کار کنیم که پس این حالت دپرسی مشکی رو هم حل کنیم؟ با آنتی فو آنیموست یا آنتی فو آنیماب. با اینا کیان اینا؟ تو رابطه ها یک شخص یک و دو هست، یک شخص رو باید بیاریم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. جنبندی مشکی؟ من از حرفای استاد کاملا لذت بردم و واقعا یه دیدگاه جدیدی رو تو ذهنم باز کرد که واقعا درسته که آدم مودش میاد پایین، ولی وقتی عمیقا بهش فکر میکنه میتونه راه حلش رو پیدا کنه. که یکی از حرفای استادم که بهتون بگم که میگه که ما زن را به ماه تشبیه میکنیم، در حالی که اینطور نیست. زن خورشید است. خورشید جسم را جلا میدهد ولی ماه روح را، که ماه مرد است و تمام. علیزا داداش حالا تو هم برامون صحبت کن و تمام کنیم. بحثای 28 قرن بعد رو شما الان شاهدش بودید و مطمئنم که از این بحثا لذت میبرید، چون این بحثا یعنی تو هیچ مکتبی یا تو هیچ جایی گفته نشده بود. و یه مطلبی رو هم که بگم، تولد ما اهالی تغییر مختص یک روز نبوده که ما بگیم 23 سال پیش. یعنی ما تغییرگراها با این بحثایی که فودز جان میگه هر روز و هر لحظه متولد میشیم. بدرود. خیلی ممنون، متشکرم که همراه ما بودید. انشالله که همراهتون زیاد باشه و همراه ما هم باشید. انشالله که موفق، مؤید و به اون مؤیده باید تاکید کنم، مؤید باشید انشالله. خداحافظ. خداحافظ.